طرز استفاده بردن فایز در اکسل. هر یک طرفخانه بغیر از نرخ خوراک یکچند فایز دیگر برای خدمت رسانی از مشتری میگیرد. برای مثال ما در ستون حق خدمت رسانی 10 فایز نوشتیم. فرمولاش باشد سومه ضرب 10 فایز. مثلا میز یکمی ما 256 سومانی خورد. از این 10 فایزش 25 سومان و 60 دیرم. یعنی مشتری به ما به رستوران به طرفخانه 281 سومانی و 60 دیرم می سپارد. مثلا میز دیگرمان 598 سومانی خورد. از این 59 سومان و 80 دیرمش علاوه می شود به آن و مشتری به طرفخانه 657 سومان و 80 دیرم می سپارد.